ششمین مسابقه فرید بشارت در مقابل حریف از کشور ایتالیا به نام مارکو زانتی در تاریخ 15 فوریه 2020. سلام و درود خدمت شما دوستداران ورزش MMA. من میرویس حسینی هستم. خوش آمدید به این ویدیو. و حالا گزارش این مسابقه. لوکیگ از حریف وی یک اورند خیلی خطرناک از بشارت میاره، در خاک بلند میشه، یک فرانکیک که درست برخورد نکرد، یک چپ و راست حمله از حریف وی چپ و راست بی‌تعادلی فرید بشارت، یک نیکیک کلینج از هم جدا میشن، یک پا جب از بشارت، یک نیکیک دیگه جواب از مارکو در حال سنجیدن، یک لوکیک بی‌تعادلی فرید بشارت. والا یک حرکت خیلی زیبا از فرید بشارت و راند اول به پایان میشه. والا شروع راند دوم، هر دو فایتر کاملا آماده میان وسط. شروع راند دوم در حال سنجیدن هم دیگر، یک آیکیک خیلی خطرناک از فرید بشارت میاره در خاک، ضربات پشت سر هم و ببینیم چی خواهد شد. حالا کنترل کامل از فرید بشارت و اینجا چند ضربه خیلی خوبی دیگه میره پشت حریف، کاملا کنترلات جدا میشن از هم. جب از حریف و صورت خونی مارکو رو مشاهده میکنید، یک لوکیک خیلی زیبا از بشارت. حالا جب و راست نیکیک نشون میده، اینجا ضربات پشت سر هم، جواب در جواب، ضد حمله، یک جب تو شکم از بشارت نشون میده که خسته شده مارکو فایتر ایتالیایی. یک هایکیک خیلی قشنگ دیگه از بشارت، دوباره نیکیک و همونو اقدام به زیرگیری میکنه مارکو، در کلینج گوشه قفس میگیره، از هم جدا میشن. حالا جب حمله خیلی خوب از مارکو. راند دوم هم به پایان رسید و حالا شروع راند سوم ببینیم چی خواهد شد. لوکیگ از بشارت که برخورد نکرد، جب از مارکو، چند ضربه خیلی خوب از مارکو، لوکیک خیلی خوب از بشارت، یک آپرگات و یک جب مستقیم از بشارت، یک هایکیک دیگه خوب ظاهر شدن تا اینجا. جب صورت مارکو خیلی خون شدیدی شده که حتی یک جا داور میاد میبینه که میتونه مسابقه ادامه بده یا خیر. جب یک حرکت خیلی زیبای دیگه از فرید بشارت و اینجا راند به پایان رسید، صورت خونی مارکو. و اینجا ببینیم برنده مسابقه کی خواهد شد بعد از 3 راند. فرید بشارت برنده این مسابقه. بله، و اگر تا اینجا ویدیو با من همراه هستی کانال خود را سابسکرایب کرده و دوستانتان معرفی کنید، و اگر به هر دلیل این کارو نکردی کاملا درکت میکنم دوست من. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.